سلام، صبح من بخیر، وقتی شما بخیر. امیدوارم که همتون خوب باشین. امروز میخوایم با هم بریم ماراتون بچه‌ها. این دومین باریه که ماراتون شرکت میکنم و خیلی تجربه بامزه‌ایه. الان ساعت تقریبا 8:45 صبح. یه رو نیم ساعت دیگه شروع میشه تقریبا. حالا فعلا من آماده میکنم مسیرشو. اگر که تو جایی که زندگی میکنین ماراتون برگزار میشه، به نظر من حتما حسشو تجربه بکنین. چون حالا جدا از این که حالا چقدر برای سلامتی خوبه و ورزش و فلان همه اینا، اینکه کلا توی یه گروهی باشی، یعنی حتی اگر که خیلی مثلا ورزشکار نیستی و نمیتونی بدوی، اینکه توی یه گروهی باشی که ببینی که همه اون لحظه دارن برای یه هدفی تلاش میکنن، خیلی حس بامزه‌ایه. حالا من کم کم دیگه دارم میرسم به اون هپنینگ پلیسش، اونجایی که قراره که شروع بشه ماراتون و براتون فیلم میذارم ببینید که چجوریه. بهمون از این شماره ها و اینا هم دادن ولی من هنوز نچسبوندم. دارم فکر میکنم به شلوارم بچسبونم یا به بولیزم بچسبونم، چون بهمون بولیزم دادن. اینی که از زیر پوشیدم بولیزیه که خود شهرداری اینجا بهمون داده، ولی نمیدونم، احتمالاً یه ذره سرده، اینو شاید در نیارم، شایدم در بیارم. واسه فکر کنم به شلوارم بچسبونم شماره رو، که گفتن که باید دیده بشه تو کل مسیر. بعد بهمون چیپ و اینا هم دادن که وصل کنیم به کفشمون که مسیرمون رو ردیابی بکنن. در کل همین. حالا بریم ببینیم چه خبره دیگه. دیگه نفسم بالا نمیاد واقعا. یه خود دارم راه میرم، بعدش دوباره مسیر برگشت با تو. نزدیک میشیم. واقعا سخت بود. دیگه داره تموم میشه. تموم شد بچه ها. خیلی تجربه باحالی بود. خیلی تجربه باحالی بود. اصلا باورتون نمیشه چقدر بامزه بود. وای خیلی جونم در اومد. بعدش هم بهمون موز دادن، آب پرتقال دادن. خلاصه که فکر کنم این بود از ولاگ امروز. دیگه الان میرم خونه، بعدش با دوستم که اومده میخوایم بریم یه ذره گرده شهر رو بهش نشون بدم. همین. کلی دوستتون دارم، میبوسمتون و به امید موفقیت‌های بیشتر. شماره 410. بای بای.